سلام دوستان، آقا خوش اومدیم به ویدیو. آقا الان کلا چند روزه من کلا اصلا حوصله‌ام سر رفته، نمیدونم چیکار کنم. پیش ترورم که تازگی ها رفتم، لامارم که بخوایم بریم پیشش باید یه همبرگر بگیریم دیگه. بذار پس زنگ بزنم مایکل، ببینم مایکل اکثرا خونه است، زنگ بزنم برم پیشش ببینم چه خبر. کلا چند هفته بیکارم، رئیسم به ما زنگ نمیزنه، سیمیونم زنگ نمیزنه، معلوم نیست چی شده. آقا حالا یه زنگ بزنم به مایکل. الو سلام مایکل. به به آقا فرانکلین این طرفو چی شده؟ هیچی بابا مایکل، بخواستم ببینم خونه ای، من دارم میام پیشت. آره خونم دیگه. من پس خونه ای دیگه، من نیام نباشی این سری قبل. آره خونم بیا. پس خونه ای دیگه، پس من الان چند دقیقه دیگه میام دیگه. خب آقا من الان اومدم خونه مایکل، بذار ببینم ماشین رو سریع پاک کنیم اینجا. بذار زنگ خونه‌شون رو بزنم. مایکل بیا در رو باز کن مایکل. چرا اصلا در خونه‌شون قفله؟ همیشه در خونه‌شون باز بود اینا. بذار ببینم گاراژش درش باز میشه. مایکل چی در گاراژش هم قفله، اصلا همیشه باز بود. مایکل اینم تو استخر شد. نه آجی استخرم خالیه. مایکل آخه کاری نداشتش که، همیشه خونه سون هیچ کاری نمیکنه، بیکاره کلن. بابا مایکل کوششین، من زنگ زدم گفت خونه است، خونم بیا، گفته بود خونه است. کجاست؟ وای مایکل بابا بریم بابا، این اسکلمون کرده. زنگ زدم میگم خونه ای، میگه آره خونم بیا. ای بابا حاجی صدای مایکل نبود؟ نه بابا این خونه بود تا الان میشنید صدای. نه حاجی صدای مایکله، بذار ای مایکل یعنی خونه بودش صدای منو نمیشنید؟ چطوری آخه؟ بابا من بهت زنگ زدم گفتم دارم میام. وای بابا این مایکل هم به خدا اسکله. مایکل کوشش این ایناش. مایکل بابا کجا بودی؟ یالمه صدات کردم، چرا اصلا درای خونتون قفله؟ همیشه باز بودن که. هیچی بابا همینجا تو استخر بودم، درانم واسه این قفل کردیم که دوست نیا. تو استخر بودی؟ بچه استخر خالی بودش، اومدم کسی اینجا نبود. حالا بیخیال ارتباط دیگه ول کن اسکله. آقا باشه اومده بودم بهت بگم که میتونی بیای حالا امروز با بچه بریم بیرون، لاما رو ترور و اینا، یا اینکه خودمون حالا دوتایی بریم. نه داداش کار دارم نمیتونم. چی کار داری؟ میگه کار دارم. حکی تا حالا این کار داره؟ چی کار داری؟ نمیدونم بابا یه کاری دارم دیگه. چیز ولش کن. یه کاری داری؟ چی میگه بابا؟ چرا انقدر مشکوکه امروز مایکل؟ یه کاری داره دیگه، باشه اوکی. چرا اینطوری رفتار میکرد؟ برم سوار ماشین. حاجی بذار بهش بگم ببینم میتونه فردا بیاد پیش سیمیون. مایکل کجا رفت؟ همین الان اینجا بود. حاجی مایکل یه چیزی شده ها. حاجی جنه، یعنی من داشتم با جن حرف میزنم، چرا غیب شد یه دفعه؟ جادوگری چیزی شده مایکل. حاجی پشمام. حاجی امروز من باید بیام خونه مایکل ببینم چه خبر. خیلی عجیب داشت رفتار میکرد. به من گفت تو استخر بودم داشتم شنا میکردم. ما استخر رو دیدیم خالی بودش. حاجی خیلی مشکوک شده این مایکل. من امشب باید حتما بیام تو خیابون مایکلینا ببینم چه خبر. باید بیام دم در خونه‌ش ببینم چه خبره. خب آقا الان من اومدم اینجا، الان نزدیک خونه مایکلینا. حاجی کامیون اینجاست. وایسا بیام اینجا. چی کامیونه؟ اینا هم اسلحه و تجهیزات نظامی و مهمات و ایناست. اینا هم بمب. حاجی مایکل داره چیکار میکنه؟
وای مایکل، وای حاجی سریع من برم اینور منو نبینن. وای 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 مایکل داره چیکار میکنه دیگه؟ نمیشه به این مایکل اعتماد کرد. میخواد چیکار کنه با این همه اسلحه و مهمات؟ چی کامیون و ایناست. وای دارن خالی میکنن اسلحه ها رو. وای حاجی من سریع برم سوار ماشین شم. هیچکی هم تو خیابون نیست. الان ساعت نزدیکای ساعت 3 نصف شبه. وای حاجی هیچکی هم تو خیابون نیست هستن. من فقط فردا صبح سریع یه زنگ به رئیس بزنم برم هم پیش لامار ببینم چه خبره، میدونن این مایکل داره چی کار میکنه یا نه. خب آقا الان اومدم پیش لامار، فقط کوشش کجا رفته؟ بابا چرا همه اینطوری شدن؟ به من گفت اینجا هم. آها نه ایناشش. به به آقا لامار، آقا یه دقیقه بیا اینجا لامار، کارت دارم. لامار یه سوالی ازت دارم. لامار میگم که تو به نظرت این چند روزه مایکل عجیب نشده یا مثلا کار عجیبی انجام نداده؟ چیزی بهت نگفته؟ نه فقط یه چیزی بهش فروختم. چی فروختی بهش؟ چند تا اسلحه. چند تا اسلحه؟ و چی فکر کنم همونایی که دیشب دیدیم داشتن با کامیون خالی میکردن. کی بهش فروختی؟ دیروز. میگه دیروز؟ وای چیز فقط لامار الان بهت نگفتش که واسه چی میخواد این همه اسلحه رو؟ گفت واسه رئیس. گفت واسه رئیس میخواد؟ اوکی باشه بذار من فقط برم سریع به رئیس یه زنگ بزنم. باشه آقا لامار دست درد نکنه دیگه. آقا من برم تا این یاده همبرگر نیفتاده. وای وای. خب آقا الان یه روز گذشتش تقریبا. آقا من فقط به رئیسم یه زنگ بزنم الان. الو رئیس. بله فرانکلین، چی شده؟ هیچی، میخواستم بگم که رئیس به نظرت مایکل عجیب غریب نشده یه خورده؟ چیزی مثلا ازت نگرفته؟ چیزی واسه مثلا چیزی بهت نگفته؟ نه حالا ولش کن. یا فرانکلین راستی ماشین رسید دستت؟ ماشین؟ کدوم ماشین؟ همون ماشینی که مایکل اومد واسه خرید دیگه. فرانکلین واسه من ماشین گرفته بود گفته بود واسه فرانکلین میخوام. حاجی خیلی مشکوک شده این مایکل. باشه آره ماشین رسید دستم. آقا من به رئیسم الکی گفتم ماشین رسیده دستم که یه وقت اگه چیز باشه با مایکل باشه یعنی بهش نگه. فقط الانم با ماشین اومدم اینجا خونه مایکلینا ببینم چه خبره. دیشب که داشتن مهمات رو میبردن، امروز ببینم چه خبره. فقط من این در پشتی بیام که منو نبینن. یه ماسکم پوشیدم که صورتم هم نبینن. فقط سریع اینجا برم بالا. خودی چقدر دیوار چیده اینجا مایکل. حالم دیوار کشیده. وای حاجی اینا نبودن یا بودش شاید من ندیده بودم. بذار برم بالا از این دیوار. حاجی برفم داره میاد سوره کلا یخ زده اینجا. اینجا بذار برم تو. حاجی تو حیاتش خالی. مهماتو کجا؟ البته خب مهماتو نمیاره بذاره تو حیات که یه چیزی میگی. تو برم این پوش. حاجی فقط خونه نباشن منو ببینن. وای 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 مایکل خیلی عجیب غریب شده. بذار اینجا برم بالا. هان خونه نیستن فکر کنم. بذار اون رو نگاه کنیم. نه خونه نیستن انگار. بذار بیام این طرف از اینجا نگاه کنم. نه خونه نیستن. فقط اون همه مهماتو واسه چی میخواست من نفهمیدم آخر. یعنی واقعا مایکل داره چیکار میکنه؟ میخواد چیکار کنه؟ چون مهمات تو خونه شون هم نیست. کجا گذاشته یعنی؟ اینجا هم نیستش. اصلا میگردم مهماتی من نمیبینم. این دور و اطرافو دارن میگردن. بذار برم طبقه دومشونه شاید. البته فکر نکنم بذاره اونجا که. نکنه انبار مخفی چیزی داره مایکل.
خیلی داره عجیب میشه مایکل. حاجی این اتاقی که نیست. بسو برم اتاق پسرش. بچی پسرش هم اینقدر بدم میاد جیمی. اتاقش هم اینه سگدونیه. اینجا هم که نذاشت. معلوم نیست اصلا پسرش هم نیستش. پسرش همیشه خونه است دیگه، کاری نداره، نشسته داره گیم میزنه دیگه. اونم تنبل بیخاصیت نیستن کلن. حاجی اینجا هم مهماتی چیزی نیست. چی؟ وای تا نیومدم بهتره برم. بذار این پایینو یه بار دیگه ببینم. ببینم شاید چیزی بودش. گاراژ رو ندیدم. بذار احتمالا تو گاراژ گذاشته. نه اینجا هم خالیه که. نکنه میخواسته بفروشه مهماتو. این دکمهش بذار بزنم دکمه رو. جدید این دکمه رو ندیده بودم. پشمام حاجی اومدم یه جای دیگه. وای حاجی اینجا مخفیگاه مایکل یعنی زیر خونش مخفیگاه داره. وای حاجی چقدر تجهیزات. وای حاجی اینا پولن. چقدر پول. وای مایکل داره چیکار میکنه دیگه. واقعا نمیشه به مایکل اعتماد کرد. وای حاجی این همون ماشین است که رئیس گفت واسه من خریده بوده. پشمام حاجی مایکل عجب آدمیه. وای اینجا هم یه عالمه تجهیزات اینا چیده. بذار برم ببینم پشت خبره. چقدر جعبه بود مهمات و این جور چیزا اینجاست. این طرف هم قفسه زده کلا مهماته. وای حاجی بهتره اینجا سریع برم دیگه. واقعا اینجا منو مایکل بگیره دیگه منو میکشم اینجا. واقعا که وای حاجی اینجا یک صندوق نیست قفسه انگار. توش یه چیزی هست. توش انگار یه لپتاپه. آره حاجی باید لپتاپ رو بردم. شاید توش اطلاعاتی چیزی باشه بتونم بفهمم که مایکل داره چیکار میکنه. حاجی بذار بزنم. وای حاجی آژیر خطرش روشن شد. وای لپتاپو سریع برداشتم. وای اینجا سریع باید برم بیرون. کجا اومدم من؟ وای بچه سریع باید فرار کنم. وای دیگه نمیشه واقعا به مایکل اعتماد کرد. رو درم بپریم. در باز شد خودش. بس سریع فرار کنیم. وای همه درها رو قفل کرده. در جا رو قفل نکرده بود. عجیبه. وای سریع فرار کنیم. بچه اگه این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما توی کامنت ها هم بنویسید. به این ویدیومونم از 1 تا 10 تو کامنت ها نظر بدید. و این بود از این ویدیو. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم ازش با خبر باشید. تا ویدیوی بعد فعلا خدا نگهدار.